یک منبع نزدیک به دادگاه حربی گارنیزونی 109 پایگاه روسیه به رادیو آزادی گفته است که بیمارستان روحی اکاترینبورگ دمیتری تالستوی را دیوانه برآورده است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از قتل شاعر جابر و در حدود پایگاه 201 روسیه نگرانی کرده از مسکو طلب نموده است که از تکرار چنین حادثه ها جلوگیری نمایند. دمیتری تالستوی سرباز پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان که برای 30 ضرب کرد مجروح کردن راننده تاکسی طاهر سلطانوف ایبدار می شود. بنا به نتیجه تشخیص بیمارستانی روحی اکاترینبورگ دیوانه معرفی شده است. یک منبع نزدیک به دادگاه حربی گارنیزونی 109 پایگاه روسیه روز 16 فوریه به آزادی گفت به این دلیل هنوز تالستوی به تاجیکستان انتقال نیافته قرار است زمان تفتیشات قضیه‌اش نیز تا 2 ماه دیگر دراز شود. به قول منبع اگر دیوانه بودن دمیتری تالستوی را مقامات تفتیشات نیز تصدیق کنند بر اساس قانون‌های روسیه او از جوابگری آزاد خواهد شد. حالا تشخیص طبی معین کرده است او در حال به راننده تاکسی حمله کرده که وضع روانیش خیلی بد بوده است. دمیتری تالستوی سرباز پایگاه 201 روسیه در قرغان تپه روز 21 آگوست سال گذشته به سر و گردن و پا و شکم طاهر سلطانوف بیش از 30 کار زده است. این تاکسیران تاجیک 10 روز در بیمارخانه به نام بوری واحدوی ولایت ختلان بستری بود. خود طاهر سلطانوف در یک صحبت ویدیویی با آزادی گفت که تنها از دست راستش 19 زخم کرد برداشته است. 2 ضربه کرد بر روی دلش رسیده و یک ضربه دیگر بر روی جگرش. گفت که آبشم نفسم گرفتی سعی که فرمان عرق چپاش کرد دیگه دست کتی آب بگی پشتی هستم کرده تای درخت ها کتی اولا تو کرد گفتم از بگاجش کردم بقلش کرد نیم لیتره دوشون برای هستم که گذاشت نگاه کنم سونکا گفتی سعی ده خیلی اهمیت دادم آب گرفتم میکردم در پشتم چخته سر شخم کرد سرش بقل آب ریختم گفتم با بگیرم که ها این سفر همین گشتم با سرم آب میگیرم گفتم که پشتی کردم زد یا با همش زد یا با شطه زد من ندیدم با چیزا تدریج ورچه غیلی دمام که همین گشتم نگاهم دورم خیلی دوزه پاما گیتی گو دروی ماشین دوید رو اومد ای جورچه دویدم برو اومدم ای پشتش در همین مشکم گفتم که همین در همین کورچه را گیری فایده سایز اوشه او همون سونکا را کفسه کورچه را باورده مونده همجا بری سونکا دا تایور همین دوید کورچه را گیری باسم آقای کرد که در پشاندم که آیو پالا برو اومد هم خیلی کرده باسم آمد هم خیلی کسی نیو پیشو میگده ما که بودم که اومدم گفتم یکون سنگا یکون چه بگیرم از زمین همین نگاه میکنم گفتم که دوید زرولانش ماشین دا دوید ماشین دا شیش در پیشش کویدم که قام خیلی زدیستایی همین زوادید کرد ماشینه که همین در عقب شکایدم در عقبیدم هم خیلی پوچکم در درونم هم خیلی کرد ماشینه دا همین گاز آجا که سراده که همین 10-15 متر رفتیم بالای خواب برام خیلی بارا ماشین چپاشید میپرفتم که اسپید نکردم که لش بیدم روی ماشین چپاشیدم که من در جقی دکم که همین میون درون در دوی ماشین بود که در زیرم کرد ماشین برام در چپاشید روی هم خب میبرم میگم نمیتونم بعد اینجای پونده کورچه کتی زد ای درون اینجای پونده کورچه کتی زد ای درون میبرم میگم نمیتونم که بعد آیسی دوید اومد گفتم در کار نیست بگی سونکاتا پولمونو در کار نیست سونکاتا بگی چیزو تا بگی برا گفتم مطرح نمیشدم تو من نمیشدم که در کار نیست هم خیلی کار گوش نکردم دست زدن اصلا همین دست کتی فقط گردوندم از دستون چند کارت خوردگی است؟ همین دست 19 تا گفت دختر رو چون که 19 دختر گفت فقط دستون 19 تا این رگاش هم بریده است؟ وینا از درون دختگی هم